سلام، اشکان خانی هستم از چنل خانی دو. تو این ویدیو قراره که با هم تابع های بازگشتی رو بررسی کنیم. خب تابع های بازگشتی یکی از مسائلی هستش که تو دانشگاه خیلی تدریس میشه و همچنین کسی که کامپیوتر میخونه و به برنامه‌نویسی و بررسی الگوریتماش علاقه داره حتما بایستی خب الگوریتم های متعددی رو بررسی کنه. یکی از روش های پیاده سازی الگوریتم ها خب استفاده از تابع های بازگشتیه دیگه. کلا دو تا روش داریم، روش مستقیم که معمولا با حلقه و اینجور چیزا صورت میگیره و روش دوم استفاده از تابع های بازگشتی. تو این ویدیو قراره که علاوه بر این که تابع های بازگشتی رو بررسی میکنیم یه مقایسی هم داشته باشیم با روش استفاده از حلقه و همچنین من اینجا 3 تا الگوریتم آوردم، 3 تا مسئله آوردم، حلشو، مفهومشو و همچنین پیاده سازیش توی کدنویسی رو بهتون یاد میدم و همچنین در پایان ویدیو هم قراره که یه روشی رو بررسی کنیم که تابع بازگشتی به قولی کارآمدتر بشن و زمان کمتری صرف بشه واسه اینکه الگوریتم مورد نظر بهمون جواب بده. خب قبل اینکه وارد ویدیو بشیم میخواستم ازتون بخوام که داخل چنل هم سابسکرایب کنید و همچنین اگه ویدیو خوشتون اومد حتما لایک و کامنت گذاری فراموش نشه. خب بریم وارد آموزش بشیم ببینیم چی به چیه. قبل اینکه خود تابع بازگشتی رو من بررسی کنم یه فلش بک بزنم به قبل و اینکه چطور ما تا به الان کدنویسی میکردیم و مسائل مختلف رو حل میکردیم. خب ما اینجا 3 تا مسئله داریم. یکی سامه که در واقع مسئله ما اینطوریه که یه عددی ما دریافت میکنیم و قراره که مجموع اعداد قبل خودش رو محاسبه کنیم و همچنین خودش. یه وقتی من میگم 5 یعنی 5 علاوه 4 علاوه 3 علاوه 2 علاوه 1. خب این مسئله رو وقتی میخواستیم به روش مستقیم یا با استفاده از حلقه ها حل کنیم به چه صورت بود؟ میادیم یه حلقه فور میزدیم. خب یه حلقه فور میزدیم، یه شمارنده واسش تعیین میکردیم مثلا آی و مقدار اولیش رو میدادیم مثلا 1، بعد میگفتیم آی تا مثلا 5 و مثلا آی پلاس پلاس. این مثلا تو زبانهای سی پلاس پلاس و سی و اینجور چیزا هستش. به این صورت من دارم مثال میزنم، مثلا به سینتکسش کاری ندارم، کلا مثال دارم میزنم. قبلش هم یه عدد تعریف میکردیم که این مقدار رو نگه داره و تمام این آی ها رو با هم جمع میکردیم، میگیم سام مثبت مساوی آی، بعدش پرینت میکردیم سام رو. در واقع یه شمارنده تعیین میکردیم، میگفتیم آقا این شمارنده من از 1 میره تا خود اون عدده دونه دونه میره بالا، یعنی پلاس پلاس این دونه دونه. حالا هر عددی که حاصل میشه با هم جمع کن. یه بار 1 رو جمع کن با 0. حالا 1 رو با 2 3 4 5 الی آخر. دقیقا همین چیزی که اینجا نوشتم. این به این صورت بود. یا مثلا تو مسئله فاکتوریل یا توی مثلا کتاب با این صورت می‌نویسن 7 فاکتوریل مساوی 7 ضرب 6 الی آخر. این به چه صورت بود؟ اینم به همین صورت، ولی خب عضو خنثی ما اینجا میشه 1، یعنی یه عدد تعیین میکردیم، متغیر تعیین میکردیم، مقدارش قرار میدیم با 1 و اینجا به جای به علاوه کردن ضرب میکردیم و بعدش پرینت میکردیم. این به این صورت بود و همه چی اوکی بود. یعنی معمولا ببینید یه چیز بگم، دانشجوها وقتی میان این مسائل حل میکنن بهش عادت میکنن، به روش مستقیم واسه حلقه بهش عادت میکنن، واسه شون عین آب خوردن میشه، هیچ مشکلی باهاش ندارن. مشکلی که پیش میاد اینه که وارد بحث تابع بازگشتی میشن و این فرد وقتی به روش قبلی حل کرده با همون طرز تفکر قبلیش میاد به این مسائل رجوع میکنه و اون موقع دچار مشکل میشه. چرا دچار مشکل میشه؟ چون که اون طرز فکر مستقیم بود و اینجا طرز فکر باید طرز فکر بازگشتی باشه. من اینجا تو این ویدیو بهتون یاد بدم که چطوری این طرز فکر رو در خودتون ایجاد کنی، این مسائل به چه صورت حل میشن. چون خود منم خیلی مشکل داشتم تو این مسئله و حالا تونستم با
تمرین زیاد این مشکل حل کنم و الان اومدم به شما یاد بدم این مسئله رو. خب بذارین مسئله محور جلو بریم، نیام اینجا مثل کتب دانشگاه اینجا فرمول بهتون بگم و سرتون رو در بیارم. از نظر مفهومی میخوایم بریم جلو و همزمان کدم بزنیم. همین مسئله رو اول میخوایم حل کنیم. یه عدد میگیریم تو ورودی و قراره که اعداد قبل خودش رو با هم جمع کنیم. ما دیگه مثل قبل نمیایم بگیم که خب من از عدد 1 باید برم تا 5 اینا رو با هم جمع کنم. نه، شما طرز فکرتون به این صورت باشه که من باید به مثلا برگردم به اون حل کننده مثلا، باید هی رجوع کنم. توجه کنین، به حل کننده مثلا هی باید رجوع کنم. حل کننده مثلا چیه؟ حل کننده مثلا همین تابع است، تابعی که اعداد قبل یک عدد رو جمع میکنه. من باید کدمو طوری بنویسم، مثلا اون طوری طراحی کنم بخشی الگوریتممو که به حل کنندم هی رجوع کنه. بذاریم مثال بزنم. میگن سام 5 مساوی 5 4 3 2 1. در واقع سام 5 چطور به دست میاد؟ سام 5 رو شما باید تو ذهنتون اینطوری طراحی کنید. سام 5 برابر با خود 5 به علاوه سام 4. یعنی چی شد؟ سام 5 مساوی خود 5 به علاوه جمع عددهای قبل 4. درسته دیگه؟ جمع عددهای قبل 4 میشه چی؟ 4 3 2 1 به علاوه 5 هم که تکمیل میکنه ماجرا و برمیگردونه به سام 4 بخشش سام 5. حالا خود سام 4 به چه صورته؟ سام 4 خودش میشه 4 به علاوه سام 3. یعنی چی؟ یعنی 3 2 1 به علاوه خود 4 میشه خود سام 4. به این صورت باید به خودتون بازگردید، به اون الگوریتمه باید هی رجوع کنین. اینطور میشه که تابع بازگشتی طراحی میشه. حالا بریم داخل کد بهتون نشون بدم که دقیقاً وضعیت به چه شکله. همین تابع رو من چیکار کنم؟ طراحی کنم. میگم آقا من یه عدد ورودی دارم، اسمشو میذارم n. خب اسمشو میذارم n. بیام دوباره برگردم، گفتم که خود عدد به علاوه جمع عددهای قبل خودش میشه. پس میشه خود عدد به علاوه سام اعداد قبل خودش. قبل خودش یعنی چی؟ یه دونه کمتر. 5 بود، یادتونه سام 5 دادم، میشه 5 به علاوه سام 4. بذار این کم بزرگتر کنم. آها الان شد. خب الان میخوام این تابع رو کار کنم ببینم به چه صورته. همین سام 5 رو میخوام بهش بدم و 5 رو میخوام به این تابع بدم و پرینت کنم. اینجا با ارور مواجه میشم. راه میگیریم. بله، قضیه چیه؟ من نمیدونم تو ویدیو گفتم اولش یا نه، ولی داخل طراحی تابع بازگشتی 2 تا نکته حائز اهمیته. یکیشو گفتم که شما باید الگوی تکرار شونده رو پیدا کنین. یعنی چی؟ یعنی مثلا گفتن سام 5، یعنی 5 به علاوه بازگشت به خودش، به علاوه سام، به علاوه 4 سام 4. حالا نکته دوم اینه که من باید جملات ابتدایی الگوریتممو مقداردهی کنم. یعنی چی جملات اولیه؟ جملات اولیه بذاریم برگردم به مثلا. جملات اولیه میشه مثلا 1. یعنی وقتی من سام 4 رو پیدا میکنم، خب سام 4 خودش برابر میشه با سام 3 به علاوه 4 به علاوه سام 3. خب اینطوری میره و خب این همینطوری ادامه پیدا میکنه. یعنی میره 0 منفی 1 منفی 2 منفی 3 الی آخر. من باید یک نقطه پایانی واسش طراحی کنم، بگم که آقا استوب، اینجا بسته، اینجا دیگه به خودت بازگشت نکن. الان تو این کد میگه که من 996 بار خودم کار کردم و این خب حافظه زیادی اشغال میکنه، واسه این بهم ارور گرفت. من باید اینجا بگم که اوکی تو حساب کردی تا اونجا، ولی خب هر وقت به 1 رسیدی خب چیکار کن؟
مثلا خود یک رو ریترن کن، یا حتی میتونم صفر هم بذارم، به صفر که رسیدی صفر رو ریترن کن. سام صفر، اعداد قبل صفر خب همون صفر دیگه، ریترن کن. الان من مجددا اینو کال میکنم و ببینیم داستان چیه. پرینت سانس اینت and نان تایپ. چی شد؟ داستان چیه؟ unsupported operand type for plus int and non type. خب آها ببخشید، اینجا ما ریترن هم باید بذاریم، حواسم نبود. و درسته، حالا مثلا 3 بذارم باید بهم 6 بده. خب این به درستی داره کار میکنه. حالا من بیام مسئله بعدی رو با هم طراحی کنیم مجددا. میگن فکتوریل 5 برابر با خود 5 ضرب در اعداد قبل خودش، همینجوری تا آخر. اگه من بخوام اینو طراحی کنم، بخش اینجا اومدم، میگم که خب یه عدد ورودی دارم، خب در واقع خود عدد رو باید ضرب کنم در ضرب اعداد قبل خودش. و توجه دارم که اینجا باید به الگوریتمت بفهمونم وقتی به صفر رسیدی، فکتوریل صفر یعنی یک دیگه، وقتی به صفر رسیدی به هم یک رو برگردون. و اینجا اگه من بگم پرینت کن فکتوریل 5 باید بهم بده 120 و کاملا درست داره کار میکنه. خب یکی از مسائل دیگه ای که داخل تابع بازگشت مطرح میشه مسئله فیبوناچی هستش. این یه ذره داستانش فرق میکنه، یه ذره پیچیده تره. خب تابع فیبوناچی بهم چی میگه؟ تابع فیبوناچی اصلا مسئله فیبوناچی اینه که هر جمله، دوتا جمله ابتداییم 0 و 1 هستن. گفتن ابتدایی، این خیلی حائز اهمیته. اینو واسه طراحی الگوریتم باید بهش توجه داشته باشین که اینو تعریف کنیم داخل کدوم. جملات اولی 0 و 1 هستن، جملات بعدی مجموع دو جمله قبلی هستن. یعنی چی؟ این یک من در واقع مجموع 0 و 1 که شده 1، 2 مجموع دو جمله قبله یعنی 1 و 1 که شده 2، 3 هم مجموع دو جمله قبله یعنی 1 و 2 شده 3، همینطور الی آخر. یا مثلا این 13 مجموع 5 و 8 و خود 8 و 5 هم مجموع دو جمله قبل خودشون هستن. اینو میخوایم طراحی کنیم. الگوی تکرار شونده من تو این مورد چیه؟ مثلا از 13 بخوایم شروع کنیم، میگم که 13 خودش برابر با دو جمله قبل خودش و خود 8 و خود همین جملات هم برابر با مجموع دو جمله قبل خودشون. دیدین؟ یه چیزی همیشه داره تکرار میشه و وقتی من تکرار توی کال کد الگوریتمم دارم، یعنی پس من مسئله رو دارم درست طراحی میکنم. حالا بیایم داخل کد ببینیم میتونیم اینو پیاده سازی کنیم یا نه. دف فیبو، اسم تابع آمیزم فیبو که یک عددی رو از ورودی دریافت میکنه. من همین ابتدا واسش جملات اولیه رو همش میام اینجا، جملات اولیه واسش تعریف میکنم. میگم که جمله 0 من برابر با 0، جمله 1 من برابر با 1. خب یعنی در واقع برابر با شماره شونه. جمله 0 من یا جمله 1 من برابر با خود شماره شون، پس برابر با n. یعنی وقتی n برابر 0 برمیگرده و وقتی n برابر 1 برمیگرده. در غیر این صورت میگم که یعنی این جملات ابتدایی واسه جملات دیگه چیکار کن؟ بیا ریترن کن فیبو n منا 1 به علاوه فیبو n منای 2. معنیش چیه؟ معنیش اینه که آقا من وقتی فیبو n گرفتم، مثلا فیبو 5 گرفتم، یعنی چی؟ یعنی من
جمله پنجم میخوام به دست بیارم. پس جمله پنجم من برابر با دوتا جمله قبلیم، یعنی n من 1 و n من 2. نگاه کن n جمله فعلیمه، پس اگه من میخوام خود n رو به دست بیارم n من 1 و n من 2 رو با هم جمع کنم، جمله n من 1 و n من 2، نه خود n من 1 و n من 2. اوکی؟ حالا خود n من 1 و خود n من 2 هم باید حساب بشن، بنابراین دوباره فیبو کال میشه. نگاه کنید ساختار تابع بازگشتی رو به این صورته. حالا طبق مسئله الگوریتممون من همون فیبو چیز رو حساب میخوام بکنم، فیبو 7 رو میخوام حساب کنم. 7 بود دیگه، درسته؟ که شد 13، یعنی داخل این مسئله مون فیبو 7 شده بود 13. چرا 7؟ چون این 0 1 2 3 4 5 6 7، یعنی اگه من 6 بزنم و 8 بهم بده. ببین درست کد عمل میکنه. بله 8 بهم داد و درست داره کار میکنه. بذاری عدد رو یکم بزرگترش کنم، 100 بهش بدم ببینیم چیکار میکنه. بذاریم چند ثانیه طول میکشه. 1 2 3 4 و احتمالاً چندین دقیقه طول بکشه تا بهم جواب بده. میخوایم این مشکل رو با هم حلش کنیم. صدای فن لپتاپ هم داره میاد، نمیدونم داخل ویدیو میفته یا نه. آره من دکمه استاپ رو میزنم که بس کنه اجرای کد. میخوام این مشکل رو حل کنم. به چه صورت؟ من میام یه دیکشنری برای خودم ایجاد میکنم به نام کش و مقداره اولیه میکنم. میگم که اوکی جملات اولیه که این شد و همین رو کپی میکنم ریتین فیبو n من 1 و n من 2. میگم که قبل اینکه ریترن کنی بیا اینو ذخیره بکنی یه جا. کجا؟ تو همین کشم که در واقع دیکشنریه. میگم کش n برابر با همین کدی که اینجا هست و اینجا به جای اینکه دوباره تابع رو کار کنم همین مقدار اینو اینجا میذارم. این از ذخیره سازی مقادیر. حالا اینجا هم قبل اینکه چیز کنم، قبل اینکه این کش رو حساب کنم و اصلا کلا اون جمله رو حساب کنم، میگم که یه چک بکن ببین داخل این کشم خب شاید از قبل ذخیره داشتی این مقدار n رو، بیا چک بکن اگه همچین چیزی داخل این کشم بود بیا دیگه حسابش نکن دیگه، همین رو ریترن بکن. چه کاری؟ و اگه مثلا موجود نبود آره اون موقع بیا حساب کن. الان میام ببینم که چقدر طول میکشه. اصلا طولی نکشید. ببینید همتی تا من میزنم اجرا بگیرم سریع بهم جواب میده. چرا؟ چون من این تابع فیبوناچی وقتی اینطوری طراحی میشه یه حالت شاخه‌ای به خودش میگیره و جملات تکراری هم حساب میکنه. وقتی من میام که این مقادیر رو سیو کنم توی متغیر کش من، از بروز این مشکل جلوگیری میکنم، دیگه نمیذارم دوباره حساب بشه، از کار مجدد جلوگیری میکنم. بنابراین کاملا صرفه‌جویی میشه در حافظه و زمان و کد من به نحو احسن کار میکنه. این شده از آموزش تابع بازگشتی. ببینید دوستان، حالا این مسائل ساده بود، گفتین حالا شب خودتون بگین که خب چه کاریه الان، چه به درد میخوره و اینا، اصلا تابع بازگشتی به چه درد میخوره. دلیل اول که گفتم اوایل ویدیو، شما چون الگوریتم قرار مطالعه کنیم با این روش هم بلد باشین. تو دانشگاه مخصوصا اصلا کلا میخوان که این روش کلا بلد باشین، یکی از سیستم‌های نمره‌ای همینه. و دلیل دیگه اینه که خیلی از الگوریتم ها مثل مرج سورت و کویک سورت و اینجور چیزا اصلا روش مستقیم واسه حل کردنشون به شدت سخته
و اون موقع شما ناچارین که بیاین از روش بازگشتی استفاده کنید. خب میدونید دیگه کویک سورت و مرج سورت یه از بهترین الگوریتم هایی هستن که واسه سورت کردن یه آرای یا یه دیتا تایپی که از نوع لیستی هستش به کار میره و خیلی موثر، خیلی سرعت داره و اونجا دیگه ناچارین از این روش استفاده کنید. و اینکه امیدوارم از ویدیو خوشتون اومده باشه و اگه خوشتون اومد حتما لایک کنید، کامنت بذارید، سوالی چیزی داشتین میتونید همینجا تو کامنت ها بذارید و همینجا اگه پیشنهاد ویدیویی دارین واسه ویدیوهای بعد چه آموزشی رو مطرح کنیم حتما ذکر کنید. خیلی ممنونم، دوستتون دارم، خدا نگهدارتون.